سلام بچه، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون توپ باشه و در کنار همدیگه شاد و خورم بخندید. بچه همونطوری که خودتون میدونین چند روزیه که نتاب وصل شده و با چندین فیلتر شکن قوی میتونید توی فضای مجازی دوباره گشت و گذار بکنید. حالا تو تیک تاک، یوتیوب، اینستا و چندین گیم مختلف. اما کال آف دیوتی موبایل طبق همیشه خیلی وقت دیگه وصل نشده و نزدیک مطمئنم 3-4 هفته، شاید هم یه ماه بیشتر که خیلیاتون این کال آف دیوتی موبایل رو بازی نکردین و استارت نکردین به دلیل اینترنت، استارت نکردن مچ یا نمیدونم پینگ بالا. مخصوصا بچه ها میان تو کامنت ها به من میگن آقا ما وارد بازی میشیم، دکمه استارت هم میتونیم بزنیم، ولی وقتی میریم تو گیم پینگ 199 و 200 بهمون میده، یا اصلا بعضی ها میگن اصلا وارد گیم نمیشیم. و امروز اومدم این دردسر خیلی 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 بد رو حل بکنم و با یه وی پی ان که تحریم شکن نمیشه، تحریم شکن قند شکن دیگه، فیلتر شکن، قند شکن، وی پی ان. اومدم خیلی وی پی ان خیلی قویه و من با این وی پی ان اون یوتیوب، حالا هر برنامه دیگه میتونم بگردم. از کال آف دیوتی موبایل هم بچه ها پینگ با این وی پی اینی که میخوام در ادامه بهتون معرفی کنم از پینگ 70 تا 100 بهتون میده راحت. اینو بهتون بگم. حالا بیشتر مواقع که اینه، ولی ممکنه پایین تر هم بده، ولی بالاتر اینو براتون تضمین میکنم که نمیده. و میتونید با این وی پی ان دوباره برین کال آف دیوتی موبایل از بازی محبوب کال آف دیوتی موبایل دوباره لذت ببرین و شاید یکم از این فکر و خیال جامعه و ایران در بیاین. حالا در ادامه بهتون میگم چی وی پی اینه و بعد حالا یه توضیح کوچیکم بهتون بدم تا نرسیدیم بهش. بچه این وی پی ان در واقع برنامه خامه که من دارم بهتون معرفی میکنم و نیاز به کانفیگ داره و از این حرفا. خودش هم کانفیگ داره ولی متاسفانه پولیه و باید یه مقدار هنگفتی پول بدین تا متاسفانه برای یه گیمی که وظیفه این دولته که ما حق داریم یه گیم رو بازی بکنیم باید بابتش پول بدیم متاسفانه. اما با آموزشی که من میخوام بهتون بدم اینو کاملا رایگان کانفیگ با سرعت موشک بهتون میدم که هم از گیم لذت ببرین هم ازتون به فضای مجازی. و یه فایلی نیاز داره که این فایل رو در ادامه بهتون میگم چجوری دانلود بکنید و نیاز به چیز خاصی نداره و مطمئنم که همتون یه وی پی ان دارین توی گوشیتون یا توی آیپد، موبایل، تبلت، حالا هرچی، کامپیوتر، هرچی. ولی خب قطعا خیلی از این چیزها رو بالا نمیاره، ولی خیلی از این وی پی ان های ضعیف ولی تلگرام رو میاره قطعا. من یه کانال معرفی بهتون میکنم که میتونین برین چیز بکنین، این فایل رو ازش بگیرین و توی این وی پی ان بذارید و مطمئن باشید که بین 70 تا 100 بهتون پینگو میده، بیشتر نمیده. اینو مطمئن باشین، تضمین میکنم براتون. و بچه ها ناموسن خواهشن واقعا خیلی خیلی دارم تلاش میکنم که به خانواده خودمون چنلمون رو بزرگتر کنیم، خانوادهمون رو بزرگتر بکنیم. انشالله کلی آموزش، کلی ترفند، کلی ویدیوی خاص در آینده داریم و از جمله بچه ها حالا 1-2 روز آینده میخوام هاد مخصوص 4 انگشتی برای موبایل رو بهتون آموزش، یعنی ویدیوشو بگیرم براتون، هاد مخصوص 4 انگشتی. حالا اونم در آینده براتون ویدیوشو میگیرم و خیلی خفنه، مطمئن باشید که 10 برابر بازیتون بهتر میشه. و حالا فعلا از این ویدیوی خودمون جدا نشیم و حتما بچه تو کامنت ها بهم بگین که میتونین گیم رو استارت بکنین یا نه، چون میخوام متوجه بشم که الکی نیومدم ویدیو براتون بگیرم.
و فکر نکنم الکی چون خیلیاتون مطمئنم گیم نمیتونی استارت بکنید. تو کامنت ها برام بنویسید و حتما یه حال و احوالی از خودتونم تو کامنت ها به من بگین، چون واقعا خیلی ناراحتتونم و نیاز دارم که ببینم حالتون خوبه یا نه، چون واقعا جامعه خیلی خطرناکی شده. خب بچه بریم سراغ وی پی ان تا بهتون بگم چه وی پی انه. دقیقا همین وی پی انی که دارین روی صفحه مشاهده میکنید با اون چشای قشنگتون. دقیقا همینه. وقتی وارد برنامه میشین، الان مثلا من وصلم، خب قطعش میکنم الان. اگه پایین مشاهده بکنید 2 4 5 تا گزینه داریم. خب دقیقا 5 تا گزینه داریم. من الان رو صفحه نشون میدم. ما فقط با 2 تاش کار داریم، هوم و اون بغلیش که عکس ابره. الان میخوام بهتون آموزش بدم که فایل رو چجوری بگیرین. بچه یه کانالی هست به اسم مموجی یوتیوب که اینم یه یوتیوبریه. الان مطمئنم میایین تو کامنت ها میگین خودت کانال نداشتی اومدی مموجی رو چیز کردی. چون بچه واقعا من خودم دوست ندارم بیام یه کانال بزنم و مثلا واسه این که شاید مثلا خودم رو بیام نشون بدم، بیام با خاطر یه ویدیو برم کانال بزنم. حالا بچه رو صفحه مشاهده میکنید، وقتی اون 3 نقطه بغل رو بزنید میتونید اون فایل رو دانلود بکنید و بچه بغل این ابره، رو ابره میزنید. خب حالا این هومه، این رو ابره میزنید، یه به اضافه اون بالا داره، میزنید رو اون گزینه اول رو میزنید. خب وقتی میزنید اینجا نوشته دیگه، فایل رو نوشته زید مونم چی، حالا انگلیسیم زیاد خوب نیست بچه‌ها. اونو میزنید و براتون این کانفیگ رو کاملا رایگان میاره، میزنین روش. خب اینجوری میزنین روش، بیاین تو هوم این دکمه رو میزنید، این دکمه فعال شدن رو میزنید و به همین راحتی